سلام دوستان، آراد هستم. بعد امروز میخواستم یه برنامه جدید بهتون معرفی کنم که دارم درست میکنم. بعد من تو این برنامه 5 تا از جالب ترین عکس العمل بچه‌ها که توی این ماه انجام دادن رو من بهتون نشون میدم. بعد الانم اینجا فکر میکنم شماره 5 هست. بله، ما اینجا همینطور که الان میبینید ما اینجا احد رو داریم. بسیار زیبا، پیش بینی میکنه، خیلی زیبا. من این فکر میشم MSPS میگه اصلا خوراکم. خدا به 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 به، آفرین، چه خلاقیتی، خدافظی هم کرد. بله، اینجا شماره 4 رو میبینین. او یا کور که نیست، خب دیدت چجوری پاشت رفت. و عکس العمل شاهین در اون پشت دیدنیه، بسیار زیبا. بله. و شماره 3 هست. داریم دوباره سوتی های شاهین، بسیار معروفه، همه دیگه میشناسن. یکی را این فکتت کردند. عد دیگه قاطی آشغاله با هم عشق. بله. بی ادب خف. با هم عشق. بله، شماره 2 شهریار بزرگ رو داریم که عمل بسیار زیبایی انجام میده طبق معمول و قابل پیش بینی هست کاملا، بسیار زیبا. و این عمل به عمل شهریاری نام گرفته، یعنی شهریار بازی در نیار. بابا نمیخوره. وای شهریار رو من چیز تو تاریخ ثبت خواهد آره به قرآن نمیخوره. به خود بابا تو از اون بر دنیا اومدی، من دارم همینجا تیر بهت میزنم با نایف، اومد قشنگ کرد. این آراد دیدی چه شکلی گوشه دنبال من قشنگ قدرم میاد. بله، و اینجا شماره 1 رو داریم که احد با خلاقیت خودش بار سرگرم میکنه. پیام تو شنیدم، صبر کن که زود رسیدم. خیلی جالب بود، اوجی گرفت. بله، این بود اولین برنامه 5 تا از برترین عکس العمل ها و بدرود.